سلام به همه دوستان. آقا این روزا هر وقت پیف پیف و پوف پوفای سیدلی در حین خوردن جام زهر رو میبینم، یاد بچگیام و عداعتفارام موقع خوردن یه قاشق شربت سینه میافتم. مرحوم والدین نصف جون میشد تا یه قاشق شربت تو حلق من فرو کنه. تازه مال من دعوا بود، مال این یارو قزمیت سیدلی زهره. زهر نخوردم اما زهر خوردن رو دیدم امام. نه با گلاس مثل این اروپا یا با نمره 20 نه. یارو رفتنجانی 4 لیتری رو میذاشت وسط بوت میرفت تو حلق این یارو بوزقلمون، اونم انقدر خورد تا چشاش در اومد. این زهر خوردن جیگر میخواد با یارو تانگه حاضر تانگ بیاد از روش رد شه، اما از این زهره لبی تر نکنه، با این جیگر میخواد. بله، از اونجایی که این ولی فقیه مفنگی جیگر زهرخوری نداره، از یه طرف مجبوره اون زهرماری رو بریزه تو خندق بلا، از طرف دیگه طاقت تلخیشو نداره. اینه که به چنین نق و نوقایی رو میاره. فوزلابی صهیونیست ها بر اتحادیه اروپا، 7 بانک ایرانی همچنان در لیست تحریم ها. از یک سو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ظاهر مایل به پیشرفت واقعی در مذاکرات با ایران است. از سوی دیگر اما وزیران اتحادیه عملاً در آستانه مذاکرات ژنو تصمیمی برخلاف این اظهارات اتخاذ می‌کنند. امروز اتحادیه اروپا به یک شهرستان از حکومت اسرائیل تبدیل شده. قبلا آمریکا به شهرستانی از اسرائیل تبدیل شده بود و حالا اتحادیه اروپا. بگی منو وقتی اروپا و آمریکا میشن شهرستان، لابد حوزه جهل و جنایت توخم میشه قاره. خب مگه نمیگی تو اتحادیه اروپا و 5+1 و این حرفا نفوذ کردن؟ مگه نمیگی شهرستانن؟ خب واسه اقتدار ولایت هم که شده دندون مذاکراتو بکش، چرا نمیکشی؟ خواست مردم حل مشکلات معیشتی مردم، مسائل اجتماعی مردم، مسئله تورم، مسئله اشتغال، مسائل سیاست خارجی، مسائل فرهنگی، حتی در سیاست خارجی و در مسائل خارجی در صورتی دولت موفق خواهد بود که بیگانگان وحدت و اتحاد و یکپارچگی ما را مشاهده کنند. ای بابا حسن فرفره، بازم که بند و آب دادی که. هی سیدعلی میاد آبروداری کنه، تو عبار میزنی کنار، سیدعلی رو خیت میکنی. آخه این که نشد که. من حسن فرفر هستم، مثل غرغر هستم، مال پایین شهرم، با 7 تیر کشا قهرم، نکن کاری که خیتت بکنم من، خودت خوب میدونی اینه میتونم من. خب بابا، اونی که باید میگرفت گرفت، نمیخواد بیشتر از این قر و غمیش بیای. همچی میگه خیت میکنم هنگار شق القمره. بابا خیت کردن سیدعلی که تو این اوضاع کاری نداره. این ولی فقیه اصلا ذاتن خیته. از یه طرف میره زهر میخوره، از طرف دیگه یه مش بسیجی زنجیره‌ای رو به اسم دانشجو میبره دور پردو عمو زنجیر باب بازی کنن. عمو زنجیر باب، بله.
حلقه دانشجویان بر گرد فردو. بعد از اون که دانشجویان دانشگاه شریف در نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کردند در حمایت از حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای، میخوان دور سایت هسته‌ای فردو حلقه انسانی با شعار فردو قلب ماست تشکیل بدن. این اقدام مورد استقبال دانشجویان دانشگاه‌های امام صادق، علم و صنعت، تهران، امیرکبیر و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد هم قرار گرفت و اونها هم اعلام کردن در تشکیل این حلقه انسانی شرکت میکنن. حقا که بد دردیه این جنون گاوی. از گاوگیجه شروع میشه، بعد میاد میرسه به این گاو ملقی که میبینی. این دستش به اون دستش میگه غلط کردی، این پاش به اون پاش میگه بیجا کردی. موشکاف همینجا نشسته، کارش آزمایش خون کثیف ولایته. دور سوم مذاکرات رو برو ببینیم چند لیتر زر سرازیر میشه تو خونت.